این منظره دیدنش به هر یک بیننده طعم خوش میبخشد. بین درختان پر از لیمو سیر و گشت نموده از چنین منظره زیبا سیر و پور حلاوت باز هم بیشتر برداشته شکرانه خاک حاصلخیز و طبیعت بی‌اشتازهای تاجیکستان کردیم. این گرمخانه در دهه 90 دهات به نام خدای رجب فنایه بوسه جهت سیرحاصلی نیالهای لیمو و گفت متخصصان ساحه لیمو پروری منطقه کلوب در مقیاس ولایت قتلان امسال از جهت حاصلناکی یکی از بهترین گرمخانه ها شناخته شده است. نیالهای لیموی گرمخانه را 5 سال پیش دولت سفر و اعضایان خواجگی 90 شنانیده پرورش نمودند. حالت نیالها گواهیان است که در پرورش نیالها خواجگی داران از تجربه متخصصان استفاده نموده خوب مهنت کردند. باید که زحمت که کشیدی باید مهنت که کردی باید بشوه، باید به قدری برسی که یک قدر مهنت میکنی، یک قدر ساختمان میکنی، یک قدر چی میکنی، باید به قدری چیز برسی. باید او دادیم، پرو دادیم، دورو دادیم، مهنت کردیم برای زحمت بسیار کشیدیم. مثال بگیم چند قدر پرو مثال بگیریم چی آورده کشیدیم ریختیم درونی همیده به مهنت نمیشوی کار. باید ما مهنت کردیم در کار، باید زحمت کشیدن در کار. خنیکه دا باید یاش می علاوه میکنیم. مثال بگیریم گرمخونه را اگر گرم نکنی سرماش میزنه میای درخت همش برگش ریختگی دیگه. سر وقت با این دروندن بود حشرات میزنه باید زهر نزنی چی نکنی ما هیچ کار کنه نمیتونیم. سر وقت همه کارکش باید بکنیم. فرقیت لیموهای این گرمخانه از لیموهای گرمخانه دیگری که ما پیشتر مشاهده نموده ایم حجما کلان بوده. مزهشون هم فرق میکنند. این لیمونای ما همی فرقی همی خیلی داره که کمتر نظر به لیمونتای چی کمتر کلانتر است. حجمش کلانتر است. انا مثال بگیریم از بازار نگاه میکنی حجمش میده. مزهش چی؟ مزهش بود دیگه ایده مزهش لذت ترش نیست. حاصل گرمخانه را روزهای نزدیک جمع‌آوری نموده آن را به بازارهای کشور میبرند. درآمد گرمخانه را به نوبت گرفته خواجگیداران در پهلو یا برای ساختن گرمخانه دیگر این زمین را آماده نمودند. اینجا یک قسم کارهای ساختمانی الکی به انجام رسیده است و طبق نقشه مقصد دارند که در گرمخانه نو پرورش نمادهای دیگر میوه‌های سیتروسی را به راه مانند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه بوسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.